دیگر و در جمع جوانانی که به ساختن خویش برای نیکی‌ها می‌پرداختند، گل به میان می‌آمد و گلی همانند نیکی ناب برازنده وی دانسته شد و تا هنوز ماندگار است. همکار ارجمندم جناب عدالتخواه را در دو زمینه اصلی از دو دیدگاهی که مکمل یکدیگر نیز دانسته توانند شد، انسانی هوشیار، همکاری سخاوتمند و پاکدل می‌دانند. این دو زمینه عبارتند از تعهد حرفه‌ای و همدلی‌ها و همکاری‌های اجتماعی. در این دو زمینه که اصلی و اساسیشان می‌دانم، دوست دارم چند کلمه گزارش دهم. در زمینه حرفه‌ای به جاست نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که ایشان پذیرفتند در باب آنها هرچه در توان دارند را بر زمین بنشانند. طرح‌های شهرسازی اول، پژوهش‌های شهرشناختی و اعلام نظرهای پیشرو و ناب در زمینه مسائل و مشکلاتی که شهرهای ما را هر روز بیشتر می‌کوشانند. دوم، مشارکت پاک و بی‌رفتارهایی که حرفه‌مندان اصیل را نشاید. همواره این بحث مشارکتشون رو ما شاهد بودیم، از جمله در همین برگزار روزهای جهانی شهرسازی و جاهای دیگه. در خدمت آقای دکتر نوذرپور ماهنامه شهرداری‌ها راه اندازی شده بود، ماهنامه بی‌نام و نشان که امتیازی هم برای نویسنده از نظر دانشگاهی نداشت. وقتی که مقالاتی از ایشون به ما میرسید تعجب می‌کردیم که این پیشکسوت با همه اشتغالات نگران چی هستن، چه نوع دردی دارن، چه نوع مسئله‌ای هست که ایشون برای ما مقاله نوشتن، ما رو در واقع مورد توجه قرار دادن و واقعا باعث دلگرمی جوانای اون زمان بود که اون ماهنامه رو انداختم که مثل ایشون پیشکسوت از دید مشارکتی بدون هیچ چشم داشتی در واقع تو این عرصه وارد شدن. سوم، ارائه نظراتی پاک از ریا و پر از مهر انسانی در باب کیفیت‌های شهرنشینی که در بیانیه‌های متعددی که روزهای جهانی در واقع قرائت می‌شد به اصطلاح درفت اولیه یا اون پیشنویس رو آقای دکتر تعیین کردن و اون نظریات رو ارائه می‌کردن. چهارم، آماده بودن مدام برای دریافت آخرین فرآورده‌های علمی تجربی حرفه‌ای در سطح جهانی و ارائه سخاوتمندانه آنها به همکاران. پنجم، این گونه رفتار که هر یک می‌تواند موازی و مکمل 4 صفت خوب دیگر به شمار آید را در طول بیش از 3 دهه زندگی سرزنده و سخاوتمندانه، البته لحاظ کاری ایشون اشاره کردن که دهه‌های زندگی کاری که داشتن، می‌توانیم بیابیم. برای کوتاه کردن سخنی که در ذات خود فشرده است و نمی‌تواند به درستی طیف گسترده مطالعات شهرسازی و معماری دکتر عدالتخواه را بنمایاند، به جاست عنوان کنیم که نگاهی به عنوان طرح‌ها و مطالعاتی که توسط این همکار کوشای ما صورت گرفته‌اند نمایانگر نوعی فروتنی و قدرتمندی دانسته می‌شوند. فروتنی آنگاه که به مقیاس برخی از طرح‌ها بنگریم، یعنی طرح‌های مختلفی که شون احساس می‌کردن وارد بشن مفید هست، صرف نظر از مقیاسش در واقع وارد می‌شدن، می‌پذیرفتن. از نظر استاد فلانکی. قدرتمندی آنگاه که هراسی برای پرداختن به مقوله‌های دشوار و گسترده در کارنامه ایشان دیده نمی‌شود. یعنی دو ویژگی حرفه‌ای پیشکسوت گرانقدرمون رو آقای دکتر فروتنی و قدرتمندی می‌دونن و از این روز که هر آن کس که با محیط کار دکتر عدالتخواه آشناست می‌تواند روی و کنار هر دیواری از دفتر وی نمونه‌ها و علامت‌هایی از هر دو مقیاس کار حرفه‌ای را ببیند. برای پرقدر دیگری که از جناب عدالتخواه باید به میان آورده شود، احساس ناب به مسئولیت پذیری در باب مسائل انسانی فرهنگی و انسانی حرفه‌ای است. پرشمار نیستند مکان‌ها و اجتماع‌هایی که وی با جان و دل به آنها می‌پردازد. هر کجا مسئولیت‌های معماران و شهرسازان بار انسانی و فرهنگی پیدا می‌کند، عشق محمد عدالتخواه به همدلی می‌افروزد و وی را در صف نخست کسانی قرار می‌دهد که می‌خواهند نمایانگر مشارکت در عالم معنا باشند. مشارکت در شادی‌ها که هم حرفه‌ای اند و هم خانوادگی اند و هم بار اجتماعی قوی دارند
و مشارکت در اندوه‌ها، جایی که حضور موقر دکتر عدالتخواه در محفل‌ها خود گل را آرایش می‌دهد که این گل همان گل زمان جوان‌تر بودن ایشان است، گلی که در ذهن‌ها همیشه پرتراوت می‌ماند. بزرگداشت دکتر محمد عدالتخواه مشارکت در محفل دوستداران عدالت نیز به حساب تواند آمد، آنگاه که دکتر محمد عدالتخواه در مبارزه‌هایی که بار حرفه‌ای دارند و خواهان انصاف و یگانگی می‌شوند، خواستار رأی برابر و قدر برابر برای همگان می‌شود. نامش، صفتش و خواستش همه رو به زیبایی می‌برند و این دوست ارجمندمان را نه متمایز که ممتاز می‌دارند. با حرمت بسیار بر دوستان و همکاران، محمد منصور فرامکی.